آیا الان وقتی خرید آلت کوین هست؟ خیر دوستان، بیایید تا بهتون بگم چرا. سلام دوستان خوبم، امیدوارم حالتون خوب و عالی باشه. هر کجا این دنیا که هستید موفق و تندرست باشید. در این ویدیو میخوایم بررسی کنیم که چه زمانی ما باید آلت کوین بخریم که در موقعیت خوبی باشد. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید و اگر دوست دارید در این مسیر با ما همراه باشی حتما کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کن. و اینم بگم دوستان، یه خبر خوش دارم براتون. میخوام یک دوره 0 تا 100 براتون درست کنم، از تکنیکال گرفته آن چین و فاندامنتال و کلان هم وقت شد براتون میذارم. و جون تلگرامی ما بشید که ما اونجا لحظه به لحظه بازار رو آپدیت میکنیم براتون. پس جوین باشید حتما که خیلی مهم است. خب بریم سراغ این که چرا الان نباید خرید آلت کوین کنیم. پس امروز بیشتر رو اتریوم هستیم و آلت کوین ها بخوان رشد بکنن با اتریوم رشد میکنن دوستان. پس بریم چند تا از خبرهای مهمش رو بررسی کنیم. چند روز پیش صندوق های ETF اتریوم که مال بلک راک بود تقریبا 276 میلیون دلار خرید زد. پس ببینید رقمی خیلی زیادی هست و دیدن که قیمت اتریوم الان مناسب شده، شروع کردن به خرید کردن. و پسر ترامپ هم اومد گفت که به نظر من زمان خوبی برای اضافه کردن اتریوم است. خب پس دوستان من واقعیتش خریدهای خیلی زیادی صورت گرفته و ببینید اینجا رو در 4 روز گذشته تقریبا 15 میلیون دلار یونی سواب خرید کرده و بلک راک هم گفته که دوباره ببینید دوباره تقریبا 10 میلیون دلار دیگه دوباره اتریوم خرید کرده. و دوستان اتریوم واقعیتش قیمتی خیلی خوبیه و برای کسانی که سرمایه خیلی زیاد دارن خرید میکنن. آنچین هم که بررسی کنید دارن خرید میکنن. حتی ETF ها رو هم ببینیم. پس ببینید هنوز هم خرید دارن انجام میدن از اتریوم. خب ببینید ما چه موقع خرید میکنیم. ببینید دوستان الان بیت کوین هم وضعیت خوبی نداره و هنوز حمایتی ما ندیدیم برای ادامه دهنده روند. پس فعلا ما صبر میکنیم. اگه اینجا بخواد ادامه دار باشه باید حمایت های انجام بگیره یا صورت بگیره. فعلا که داره روند نزولیش رو ادامه میده. ما میتونیم مثلا از همین اینجا به این حالت بیایم تا اینجا، قرمز کنم، بیایم تا اینجا. بعد اون موقع ما حمایتی دیدیم ورود میکنیم بهش. خب پس فعلا کاری انجام نمیدیم و صبر میکنیم که حمایت ببینیم. اون موقع است که ورود کنیم منطقی تر. اتریوم هم که بررسی کنیم، اتریوم و دیگر آلت کوین ها همچین چارتی دارن. بذارید بقیه چارت هم بهتون نشون بدم. ببینید همچین چارتی دارن. پس اصلا الان ورود کردن منطقی نیست. ما چه موقع ورود میکنیم؟ ببینید دوستان دو تا این فریم های 4 ساعته فشار فروش کم شده نسبت به قبل. همه آلت کوین ها رو بررسی کردم دوستان، فروششون کم شده دوستان. ببینید ما اینجا یک کف میخوایم و بعد از اون یه سقف، دوباره یک کف، فرق نمیکنه اینجا باشه کف یا اینجا باشه، فرق نمیکنه، فقط یک کف ببینیم. بعد از اون یه چند تا کندل حمایتی یا برگشتی ببینیم مثل اینجا. این کندل رو ببینیم. این کندل سبز که هست سب کنید تا سب کنید براتون بکشه. ما همچین به این حالت فرق نمیکنه الان. خب شبیه همین دیگه دوستان. خب ببینید منظورم همین کندل سبزه. از اینا یکی دو تا ببینید یا مثل این سبزه بزرگ ببینید. اون موقع است که ما اینجا ورود میکنیم برای خرید آلت کوین. پس فعلا موقعیت خوبی نیست و میتونه از همین هم که هست پایین تر بره بازار. از همین قیمتی که داره میتونه پایین تر بره مثل اینجا. ببینید اومد چند تا کندل سبز زد، یا مثلا اینجا کندل سبز چند تا زد و دوباره روندش رو ادامه داد. الان اینجا هم میتونه به این حالت باشه. پس فعلا صبر میکنیم و خریدی نمیکنیم. یه حمایت ببینیم تو تایم فریم روزانه. اون موقع است که ورود میکنیم برای خرید.
خب دوستان بزرگان در حال خرید کردن هستن، کم کم ببینید اونا سرمایه‌شون زیاد هست، تقریبا 5-6 پله هم میتونن خرید کنن. وقتی بازار قرمز میشه سرخ میشه اونا خرید میکنن، ولی سرمایه ما که کم هست نمیتونیم پلای زیادی ازش خرید کنیم چون سودی بد بهمون نمیده. پس گاهی وقتا نمیتونیم زیاد نقد باشیم چون سرمایه‌مون کمه. خب به همین دلیل ما سعی میکنیم در موقعیت‌های مطمئن‌تر خرید کنیم و اینم بگم دوره رو براتون درست میکنم که دیگه خودتون بتونید به تحلیل کنید و خودتون بتونید از صرافی غیر متمرکز ارز دیجیتال بخرید و هر مشکلی که داشتید تو تلگرام بهم بگید در مورد همان ویدیو بسازم. پس حتما جونی تلگرام ما بشید تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.